خراسانیان گرامی، درودی یزدان ستارک بر شما باد. ایالات متحده خراسان حکومت دموکراتیک فدرال در تبعید در 2 سال پسین 5 تومار آنلاین و 3 تومار آفلاین که از تنظیم، تنسیق و تفویض کرده. البته عناوین یا عنوانهای این تومار من افغان نیستم، ما افغان نیستیم، ما همه افغان نیستیم، ما افغان نیستیم و ما خراسانی هستیم و همچنان که از افغان ها باید از اروپا اخراج شوند. این کارزارایی بود که ما انجام دادیم و شما در .org بروین و پتیشن یا تومارا را اکنونم که از 3 از این تومارها فعال است و شما می توانید در پای او که است امضا بکنین. این کارزارها و این عدالت خواهی ها و این تومار نویسی ها توانست که افغانیسم، افغانیت، افغانوالی را و طالبانیسم که از به چالش بکشانه. و شما هم دیدید که ایالات متحده خراسان حکومت دموکراتیک فدرال در تبعید که از جمیل قادری را از بلژیم اخراج کرد و طالبستان فرستاد و فعلا دم که از در اسارت این حیوانات ما قبل از تاریخ است. افزون بر این ما 38 افراد مشکوک از حمارت دفاع میکردن در اروپا و سراسر گیتی هست. اسامیشان که از به البته پلیس های فدرال و همچنان که از پلیس های بومی اون کشورها تفویض شده و بالای قائله هایشان کار صورت میگیره و دارد کار صورت میگیره. بخش وزارت خارجه ایالات متحده خراسان حکومت دموکراتیک فدرال در تبعید به ویژه نامزد وزیر ما چندین نامه رسمی را که است به دولت‌های فرانسه، آلمان، بلژیم که است تفویض کرده، پیشکش کرده و ما توانستیم یک ارتباط خوب ما بین ایالات متحده خراسان حکومت دموکراتیک فدرال در تبعید با این کشورهای مردم سالار که است ایجاد بکنیم. مسئله البته سوئیس یک مسئله تصادفی نیست. هیچ چیز در هوا اتفاق نمی افته الا در مابین این که است یک ارتباطات باشه. اون ارتباطات دولت ما که است ایجاد کرده. دوستای گرامی، دولت‌های اروپایی باید برایشان آگاهی دهی صورت بگیره، باید برایشان که از مشوره های لازم که از تقدیم و پیشکش شوه و باید لابیگری شوه و ارتباطات دیپلماتیک و همچنان که از کارهای البته سیاسی با نهادها، تینک تانک ها و سفارت ها و پارلمان ها و سیاسیون اون کشورها صورت بگیره و از طریق این اعضای پارلمان یک کلکتیو یا کلکسیون از افراد یا اعضای پارلمان جمع شود تا اون به شکل کتلوی که است به پارلمان های اروپا و بریتانیا و دیگر کشورها که است تقدیم شود که این کار ما کردیم و همچنان که است تمام شواهد و تمام ارقام که است در سامانه های اجتماعی خراسان انترنشنال که است ما تقدیم و پیشکش کردیم. برنامه استراتژیک و راهبردی ایالات متحده خراسان حکومت دموکراتیک فدرال در این هست که تمام طالب نماها، تمام افغان‌هایی که یعنی از ترس طالب فرار کردن و آمدن در اینجا پناهنده شدن و حالا طالب گرا شدن، اما اینا را که از این دولت تصمیم داره که از سراسر پا جمع بکنه. البته ما این فرآیند آغاز کردیم و سوئیس نمونه خیلی خوبی هم هست.
چون نظام سیاسی دولت ما که از الگوبرداری از سوئیس یک نظام کنفدراسیون هست و ما با دادگستر و یکی از قانوندانهای سوئیسی هم در تماس هستیم تا این قائله ها را که از جمع آوری کنیم و بیشتر که از افغان هایی که ولنگار و سهلنگار و طالبگرا و داعشگرا هستند اروپا جایشان نیست. ما خیلی مصمم هستیم و این حقایق به شکل بیرحمانه که از دنبال میکنیم. بله، البته این افغان ها در داخل خراسان به شکل فجه و به شکل بسیار یعنی غوغا سالارانه و هوچیگرانه که از رژیمشان پیش میبرن و حکومت میکنن. اکنون ایالات متحده خراسان حکومت دموکراتیک فدرال در تبعید و همچنان تمام مردمای خراسانی که در خراسان است بیش از 17 میلیون تبعید شدگان آلا بالای افغانیسم، افغانیت، افغان ولی و طالبانیسم حکومت میکنن. بله، حکومت ما در تبعید است، بالای افغان ها که از حکومت میکنیم و افغان ها را متقاعد میسازیم که از باید که از اروپا و امریکا را ترک بکنن. به خاطر اینا که هستن خشونت دامن میزنن، اینا زن ستیزی را که از فرهنگ چاقوکشی و لندغریزم و فرهنگ هوچیگری و غوغا سالاری و فرهنگ شبگردی و قطاع طریقی را و فرهنگ چاقوکشی و بمبدستی و حتی مثلا سمبوسه گیرایی را. در هلند کسی برای ما سمبوسه فرستاده بود، در داخل سمبوسه که از به گفته خودش زهر مانده بود و دسته گل فرستاده بود، در او هم کدام کار افغانی کرده بود. اینا سزاوار زندگی پسا مدرن و انسانی نیستن. اینا در اون توره برک تولد شدن در قندهار، هلمند و ارزگان اونجا پس بروند و ادعام دارن که حمارت افغانی خیلی که از امن است، اونجا باید بروند. جایشان اروپا نیست، جایشان امریکا نیست. ما از تمام نهادهای حقوق بشری، از تمام نهادهای البته سیاسی، از جامعه مدنی، از تمام رسانه ها و از تمام سیاسیون و پارلمان های اروپا و دولت های اروپایی و امریکایی و جهانی تقاضا داریم که برخوردتان با افغان ها مابین قسم پشتون برخوردی که در سوئیس شده همین گونه باید برخورد بکنه. به دلیل این که افغان در یک دستش قرآن است، در یک دست دیگه شمشیر است. حتی این فرهنگ و این البته سیاست که است در اروپا هم که است، اینا دارند که از تطبیق میکنن و تفرقه بیانداز، حکومت بکو، شیطنت بکو و یا حکومت بکو. پس دولت ما مصمم است، اعضای ارشد ما مصمم است، لابیگرای ما در سراسر گیتی مصمم است. آمادگی داریم که اینها را همشان به شکل کلکتیو جمع بکنیم و روانشان کنیم به این حمارت افغانی. حالا دیگه اونجا مشکل ندارن، زبانشان یک زبان است، فرهنگشان یک زبان است و افغان والیشان یک افغان والی است و امیرالمومنینشان که از اون هبت الله پردنشین است. اینا چه مشکل دارن؟ نه تنها اینا مشکل ندارن، بلکه مشکل که است با تاجکا و هزارا و ازبکا و ایماقا و بلوچا و نورستانی ها، دیگر تبارهای خراسانی، دیگر تبارهای متمدن خراسانی که یا اینجا ما درس میخونیم یا اینجا ما کار میکنیم یا اینجا که از کارهای فرهنگی و هویتی میکنیم و همچنان که است برای کشورهایی که هستیم اینجا که است ما مالیات میپردازیم و در رشد و پیشرفت دولت‌هایی که زندگی میکنیم که است سهیم هستیم. افغانا غیر چاقوکشی، حتی اینا انفجار در هلند که از عملی کردن. آلمان تصمیم گرفت یک قلاده افغان که است بفرسته خراسان و همچنان که است فرانسه که است تصمیم گرفت یک قلاده خیلی خیلی سرسام‌آور و چشمگیر که است به اولاغستان فرستاده. سروران گرامی، چیزی را من برای شما بگویم، این حقیقت 12 قلاده افغان از سوئیس که از کشور سوئیس اخراج کرده و 40 قلاده افغان بدماش و لنگار و چاقوکش، چرس فروش و افیون فروشی که گیر آمده، اون 40 نفر هم که از در لیست است و انقریب که از اخراج می شود. فرایند اخراج در سوئیس آغاز شده و فرایند اخراج که در آلمان قبلا که چیز کم 2 سال می شود آغاز شده و در فرانسه هم که آغاز شده. دولت های اروپایی دیگه با افغان یا پشتون شوخی نداره.
و هر کسی که در طول این 3.5 سالی که اون درفش ملاامر، اون درفش سفید کثیف که از بالا کرده، اونا هم در امان نیستن. اسامیشان جمع شده و اونا عن قریب که از به پلیس های فدرال کشورها یا انترپول که از تفویض می شود تا اما این ولنگارها را و این بدماشا را و این لندغریزم از اروپا که از جمع بکنه. خراسان امنترین جای برای افغان ها هستند. افغان ها با افغان هاشان هیچ مشکل ندارن. افغان ها فعلا کار دارن، فعلا تجارت دارن، فعلا زمین های هزاره ها را و تاجک ها را و ازبک ها را مصادره کردن. فعلا که از هیچ مشکل، یعنی در بحبوحه از نعمت هستند. به معنای دیگر اینا در جنت زندگی میکنن. شما چی میکنین در اروپا؟ در اروپا هم کلتان بیکار هستین و کلتان که از بدماشی میکنین و کلتان لندغریزم و طالبانیزم و افغانیزم و عفونیت و بربریت که از دارین ترویج میکنین. نه تنها به شکل فیزیکی، حتی به شکل آنلاینی همه چیز که از بگند کشیده شده، تمام سامانه های اجتماعی روز بگند کشیده شده، تهدید میکنین و اون که از گیر آمدین. حالا فعلا هم شما میبینین که اکانت های بیشترین کسای تهدید میکنن بسته شده. دولت ما با کس شوخی نداره، دولت ما که از با کس ترحم نداره. امین گونه ای که افغان ها در داخل خراسان حکومت دارن، حکومتشان مبنی بر تفنگ و جنگ و باروت، افیون فروشی و زن ستیزی و قتل و تعدی و تجاوز است. ولی در اروپا از ما مبنی بر قانونمندی است، مبنی بر اصالت های شهروندی است، مبنی بر دادگستری و دادگرایی است و مبنی بر عقلانیت است که اینجا قانون که است برنده تر از شمشیر و قوی تر از بمبوتم است. بله، قانون در دست ما هست و مشاورین قانونی ما آماده هستند. اعضای ما همیشان که از تحصیل یافته هستند، با چندین زبان صحبت کرده میتوانند و همچنان ما متنویسایی داریم و قانوندانهایی داریم که چگونه برخورد بکنن و چگونه اینا را از سراسر اروپا جمع بکنیم، از سراسر گیتی جمع بکنیم، پس بفرستیمشان اولاغستان و پس بفرستیمشان طالبستان و پس بفرستیم در جایی که 3 سال و 3.5 سال اینا تبلیغ دارن. وقتی که شما تبلیغ میکنین چی میکنین در اروپا؟ شما دارین مزاحمت خلق میکنین. یک چاقکش و افغان همه زندگی مردم در آلمان به مخاطره انداخته. همین گونه در بریتانیا یک افغان آمده 6 ماه نمیشه و از اقامتش بالا یک دختر 9 ساله تجاوز کرده، بالا یک دختر 13 ساله 4 افغان تجاوز کرده. اینا غیر از تجاوز، غیر از تعدی، غیر از براندازی و شقبی و کلیشه رفتن، کلنجار رفتن دیگه چی را یاد داره؟ و در نام این کثیف افغانیت و اسلامیت که است ما سوختیم. اسلامیت اینا که اسلام است؟ اینا افغانوالیشان اسلامیتشان است. اسلام حنفی که است اون یک اسلامی است که ملا عمر از او سو استفاده کرده و ملا هیبت الله پردنشین از او سو استفاده کرده. تا می توانین لباس چرکین کثیف افغانیت از تنتان دور بیاندازین و اگر نه پلیس اروپا و نه جهان برایتان رحم میکنه. حالا مثل شکاری واره که است پلیس های انترپول، پلیس های فدرال و همچنان که است وزارت های داخله، بخش پناهندگی که است در صدد افغان پالی هستند. من شوخی ندارم دوستای عزیز، ما در بطن حوادث هستیم. 3 سال شده که است این غایله این کیس پیش میبریم و این که است نتیجه کارهای ما هست و امروز ما مجبور هستیم که این محیط زیست خارج اللوث افغانیت، افغانیزم، افغانوالی، افغانگرایی، طالبانیزم، داعشیزم و القاعده‌ایزم باید پاک بکنه. همه این پستی و پلشتی که از در زیر پای ملا هیبت الله و از طریق اون ملا هیبت الله و این طالب‌های خارج نشین هست و زن افغان و مرد افغان و طفل افغان که از فعلا حمارت که از تقویت میکنن. همه افغان پشتون است و همه پشتون افغان است، همه افغان طالب است و همه طالب افغان است. هر آن کسی که به این نگرش شک میکنه، به خردش شک بکنن، بفهمین که از این هم یک افغان تو یک افغان گرا است. برای من نشان بده یک افغانه که امروز که از طالبا را بد بگوی. اگر بد میگه کجاست وبسایتش، اگر بد میگه کجاست سامانه اجتماعیش، اگر بد میگه کجاست گروهش، اگر بد میگه کجا است نوشتش، کجا است مقالش. بد گفتن خوار کس میگه، عمل در کجاست؟ عمل در کجاست؟ ای کسانانی که ایمان آورده، چرا چیزی را که میگوی و انجام نمیتین؟
وقتی که شما از طالبش میزاز دارین عملا نشان بتین. عملا در کجاش میزاستانه که از شما اعلان کردین؟ در کجا که ما سلاح برداشتین و در مقابل طالبانیسم استادهی کردین؟ برعکس پول جمع کردین و اینجا خیرات جمع کردین و دماغ و بدن و جیب ملاحبت الله و افغانیسم و طالبانیسم که از فروی و چاق ساخته. ما میفهمیم به هر طرزی که شما لباس بپوشین ما از خرامتان میشناسیم که چگونه و کی هستین. تبار شناسی و هستی شناسی و معرفت شناسی ما پیرامون افغان تکمیل است. هیچ افغان کلنجار رفته و ولنگاری و سهلنگاری که است و دیگه که است عوام فریبی کرده نمیتوانه. اگر شما با رهبرای قلابی ما عوام فریبی کردی، با نسلی که امروز درس خوانده، امروز جدی است، امروز مجبور است از 10 میلیون تبعید شدگان ما باید دفاع بکنیم. و اگر نه افغانیسم امروز که از اون فرآیند برین واش یا شستشوی مغزی را آغاز کردن و امروز که از اینا سربازگیری میکنن برای حمارت افغانی که سقوط کرده. ما منتظر عنقریب داخل خراسان شدنی هستیم و ما منتظر گور کردن افغانیسم و افغانیت، افغانولی و طالبانیسم هستیم. همین گونه که این تابوت چارزه، خلیلزه، کرزه، غنیزه، طالبزه در نزدیک دادگاه لایحه کیفری که است، در اون تابوت لاشایشان که از بردیم و چتلی را که از بایشان یک جا کردیم، با اون درفش افغانی که است اینا را به دل تاریخ سپاریدیم. همین گونه طالب ها را که از عنقریب این کار انجام میدیم. طالب سقوط کرده. طالب هیچ کس تا اکنون به رسمیت نشناخته. 4 سال فغان میکنن، به میلیاردها دلار رشوت سیاسی دارن، ولی مردم که از اکنون اینا را جدی نگرفته. طالب مطلق سقوط کرده. فقط که از منتظر گور کردن تابوت اینا باشین. بله، این پیام ما بود دوستا، تا میتوانین این پیام که از همگانی بکنین و هدف مرکزی، هدف استراتژیک و راهبردی ما این هست: طالب گراها را و کسایی که به حمارت دان پاره کردن همیشه باید جمع شوه و همیشه جمع میکنیم دولت ما و اینا را که از کجا میفرستیم؟ توره بوره میفرستیم، پس که از قندهار، هلمند، اروزگان و بروان که از طالب و طالب گرایی، از افغانوالی و افغانیت که از دفاع بکنن. قدم های همه ما چابکتر، روان همه ما خراسانی تر باد. خراسان به پیش. یالله.